همین الان گوشیتو نگاه کن. به اون سکوت مرگباری که روی صف هست زل بزن. اون سنگینی که روی قفسه سینت حس میکنی، اون اضطرابی که داره خفت میکنه چون اون جواب نداده، تصادفی نیست. رابطه عوض شده، قدرت جابجا شده و تو حتی نفهمیدی کی و کجا بازی رو باختی. تو فکر میکنی اگه مهربون باشی، اگه همیشه در دسترس باشی و ازش حمایت کنی، وفاداریش رو به دست میاری. فکر میکنی عشق یه معامله است که اگه قلبت رو بهش بدی، اونم وظیفه داره با احتیاط نگهش داره. اما یه نگاه به اطرافت بنداز. پسرهای خوب نادیده گرفته میشن. آدمهای سرویس دهنده تو فرند زون دفن میشن و مردهایی که حاضرن هر کاری برای اون زن انجام بدن، همونایی هستن که اون زن کمترین احترام رو براشون قائله. میپرسی چرا؟ چون طبیعت به چیزی که برای موندن التماس میکنه احترام نمیذاره. روانشناسی به در دسترس بودن پاداش نمیده. میل و رغبت روی امنیت ساخته نمیشه، روی تنش ساخته میشه. نیکولو ماکیاولی، پدر استراتژی‌های تاریک، چیزی رو درباره ذات انسان میدونست که جامعه مدرن سعی میکنه ازت مخفی کنه. اون میدونست که انسان‌ها ذاتاً ناسپاس، دمدمی مزاج و فریبکارن. اون میدونست که قدرت رو به آدم‌های با فضیلت نمیدن، قدرت رو آدم‌های استراتژیک بر میدارن. تو اینجایی چون خسته شدی از این که تو رابطه‌های خودت فقط یه مسافر باشی. خسته شدی از گیجی، از بازی‌های ذهنی و از اون سکوت‌های آزاردهنده. میخوای بدونی چرا بعضی مردها بدون هیچ تلاشی توجه جلب میکنن، در حالی که تو مثل یه برده برای یه ذره توجه میجنگی؟ جواب توی قیافت نیست، توی پولت هم نیست. جواب توی چهارچوب ذهنی توئه. در ادامه این ویدیو میخوام تمام دروغ‌هایی رو که درباره زنها، عشق و ارتباط بهت گفتن از هم بپاشم. میخوام همون کارایی بیرحمانه استراتژی‌های سیاسی ماکیاولی رو وارد دنیای پرآشوب روابط عاطفی کنم. من 6 کلید روانشناسی بهت میدم. اینها جملات مخزنی نیستن. اینها تغییر در واقعیت هستن. ابزارهایی که وقتی وارد ذهنت بشن دیگه هیچ کس نمیتونه کنترلت کنه. اما یه هشدار، وقتی مکانیزم‌های کنترل رو یاد بگیری دیگه نمیتونی نادیدشون بگیری. از این به بعد نخهای نامرئی رو روی رفتار همه میبینی. اگه آماده‌ای که از یه طرفدار به یه جایزه تبدیل بشی، تا آخر با من باش. بیا کالبد شکافی شخصیت پسر خوب درونت رو شروع کنیم. اصل اول، اقتصاد نبودن. ارزش در کمیابی است. بیا با یه حقیقت اقتصادی بیرحمانه شروع کنیم. اگه هوا فروشی بود، تو فقط وقتی حاضر بودی بابتش پول بدی که داشتی غرق می شدی. اما الان تو برای اون مثل هوای مجانی هستی. همه جا هستی، زیادی. پیامش رو فوراً جواب میدی. هر وقت بخواد باهات وقت بگذرونه آماده ای. تا یه اشاره میکنه تمام برنامه‌هات رو کنسل میکنی. فکر میکنی داری فداکاری نشون میدی؟ از نظر روانشناسی تو داری بی ارزش بودن خودت رو فریاد میزنی. ماکیاولی میگفت نزدیکی بیش از حد حقارت میاره. اون میفهمید که هرچی مردم یه رهبر رو بیشتر ببینن، کمتر ازش حساب میبرن و کمتر براش احترام قائلن. همین قانون توی جذابیت هم هست. وقتی تو مدام هستی، داری اون زن رو از قوی ترین داروی مغز انسان محروم میکنی، یعنی تخیل. وقتی نیستی، اون مجبوره بهت فکر کنه. مجبور از خودش بپرسه داری چی کار میکنی؟ با کی هستی؟ اصلا به اون فکر میکنی یا نه؟ توی اون فضای خالی و تردید، ذهن اون نسخه ای از تو میسازه که خیلی اعتیادآورتر از واقعیت توئه. اما تو با حضورت داری خفش میکنی و این فرصت رو ازش میگیری. برای کنترل بازی باید استاد غیبت حساب شده باشی. اشتباه نکن، منظورم غیب شدن سمی گوستینگ نیست. منظورم اینه که مأموریت خودت رو به توجه اون ترجیح بدی. وقتی واقعا سرت شلوغ ساختن امپراتوریت، تمرین دادنش به بدنت و تیز کردن ذهنت باشه، نبودنت دیگه یه تاکتیک نیست، بلکه نتیجه ارزش توئه.
یه زن غریزی میفهمه فرق بین مردی رو که ادا در میاره سر شلوغه تا اونو جذب کنه با مردی که واقعاً داره زندگی بزرگتر از اون زن میسازه. اولی یه بازیگره، دومی یه پادشاه. با سکوت رفیق شو. وقتی پیام میدی و اون 3 ساعت بعد جواب میده، نسخه قدیمی تو پانیک میکرد. نسخه قدیمی تو پشت سر هم پیام میداد، اما نسخه ماکیاولیستی تو گوشی رو میذاره کنار و میره سر کارش. تو با سکوت تنبیهش نمی‌کنی، تو فقط با اضطراب خودت بهش پاداش نمیدی. یادت باشه، آدما برای چیزی میدوئن که داره ازشون دور میشه. این غریزه شکاره. اگه مدام به سمتش بدویی، مجبور ازت فرار کنه تا فقط فاصلش رو حفظ کنه. بیست. رو به اهدافت حرکت کن و ببین چطور با چه سرعتی برمیگرده تا دنبالت بیاد. اگه تا اینجا فهمیدی چی گفتم، توی کامنت ها بنویس نبودن من گرونه. اما صبر کن، چون اصل دوم چیزی رو بهت میگه که مغزش رو به بازی میگیره. اصل دوم، پیشبینی ناپذیری احساسی، پاداش‌های تصادفی. مغز انسان عاشق الگوهاست، اما خیلی زود ازشون خسته میشه. اگه یه ماشین کازینو هر بار که دستش رو میکشیدی بهت پول میداد، بعد از 10 دقیقه خسته میشدی، پولت رو میگرفتی و میرفتی. اما اون ماشینا این کار رو نمیکنن. اونا کاملا تصادفی پاداش میدن. یه بار میبری، یه بار میبازی، یه بار نزدیک بود ببری. همین پیشبینی ناپذیری سطح دوپامین مغز رو به قدری بالا میبره که با کوکائین رقابت میکنه. توی روانشناسی بهش میگن تقویت متناوب، قوی ترین مکانیزم اعتیاد در جهان. بیشتر مردها قابل پیش بینی‌اند، یا همیشه مهربونن، یا همیشه عصبانی، یا همیشه ناامن. اون زن دقیقاً میدونه چی بگه که تو لبخند بزنی، میدونه چی کار کنه که تو معذرت خواهی کنی. تو برای اون مثل کتابی هستی که قبلاً خونده، چرا باید دوباره بازش کنه؟ ماکیاولی به شاهزاده توصیه میکرد که همزمان شیر و روباه باشه. شیر قدرتمند و ترسناکه، روباه مکار و غریزپا. تو باید الگوی رفتاری خودت رو بشکنی. اگه همیشه منطقی و آرومی، یهو با یه لحظه اشتیاق شاعرانه غافلگیرش کن. اگه همیشه با محبت بودی، یهو سرد و تحلیلگر شو. نه از روی بدجنسی، بلکه برای اینکه بهش یادآوری کنی محبت تو حقوق ماهیانه نیست که تضمینی باشه، بلکه پورسانته، باید براش تلاش کنه. وقتی اون نتونه واکنشت رو پیش بینی کنه، مجبور تمام توجهش رو بده به تو. باید مطالعت کنه، باید با احتیاط دورت بگرده و همین تمرکز بذر وسواس فکری هست. خیلی‌ها فکر میکنن این یعنی بدجنس بودن. نه رفیق، این یعنی داشتن طیف وسیعی از احساسات که متعلق به خودته، نه اون. بیشتر مردها مثل آینه عمل میکنن. اگه اون خوشحال باشه، اینا خوشحالن. اگه اون سرد باشه، اینا میترسن. تو داری اجازه میدی آب و هوای اون اقلیم زندگی تو رو تعیین کنه. برای کنترل چارچوب، تو باید سیستم آب و هوای خودت رو داشته باشی. وقتی اون دور میشه، تو میتونی همچنان خوشحال باشی. وقتی اون آشفته است، تو میتونی آروم باشی. وقتی بفهمه نمیتونه با فشار دادن یه دکمه ازت واکنش بگیره، به جای اینکه انتظار تاییدت رو داشته باشه، شروع میکنه به تلاش برای به دست آوردنش. لحظه‌ای که یه زن از خودش بپرسه داره به چی فکر میکنه، تو بازی رو بردی. اما چطور میتونی این وسواس رو عمیق‌تر کنی؟ اصل سوم خطرناکترین سلاح توئه. اصل سوم آینه نارسیس، استراتژی تایید. همه ما نارسیستی هستیم. همه ما خودمون رو بیشتر از هر کس دیگه‌ای دوست داریم. ماکیاولی میدونست برای کنترل آدم‌ها نباید بهشون بگی چی میخوای، باید بهشون نشون بدی اونا چی میخوان. و یه زن بیشتر از هر چیزی چی میخواد؟ اینکه دیده بشه، درک بشه، نقش اول فیلم زندگی باشه. بیشتر مردها سعی میکنن با حرف زدن از خودشون زن رو تحت تاثیر قرار بدن. از شغلشون، ماشینشون یا وزنهایی که توی باشگاه میزنن میگن. اونا فکر میکنن دارن ارزششون رو نشون میدن، اما در واقع دارن ناامنی خودشون رو لو میدن. دارن التماس میکنن لطفاً منو ببین، لطفاً فکر کن من به اندازه کافی خوبم. روش ماکیاولیستی دقیقاً برعکسه. تو تبدیل به آینه میشی. کمتر حرف میزنی، بیشتر گوش میدی، اما با یه شدت شکارگرانه. سوالاتی ازش میپرسی که هیچ کس دیگه نمیپرسه. لایه‌های روانیش رو ورق میزنی. چرا این کار رو میکنی؟ واقعا از چی میترسی؟
به دنیا نشون میدی که خیلی سرسختی، اما من اون دختر بچه ضعیفی که پشت این زره قایم شده رو میبینم. وقتی تحلیلش میکنی، وقتی با سایه وجودش حرف میزنی، پیوندی میسازی که شبیه تقدیره. اون پیش خودش فکر میکنه هیچ کس تا حالا اینطوری منو نفهمیده بود. دلیلش اینه که تو داری ایگوی خودش رو به خودش برمیگردونی، داری بهش صحنه میدی، اما تله اینجاست و قدرت کنترل هم همینجا نهفته است. تو کسی هستی که آینه رو نگه داشته. تو انتخاب میکنی کی آینه رو بالا بگیری و کی بذاریش زمین. وقتی به کسی تایید عمیق و شدید میدی، بهش اعتیاد پیدا میکنه و وقتی اون تایید رو دریغ میکنی، وقتی دیگه اونطوری نگاهش نمیکنی، اون حاضر میشه هر کاری بکنه تا دوباره اون تصویر جذابی که از خودش توی چشمای تو میدید رو پس بگیره. از زیباییش تعریف نکن، همه مردها این کار رو میکنن. تلاشش رو تایید کن، تاریکی‌هاش رو تایید کن، اون بخش‌هایی که از بقیه قایم میکنه رو ببین. کاری کن در عین حال که احساس میکنه لو رفته، احساس امنیت کنه. این یعنی صمیمیت روانشناختی و این زنجیریه که از فولاد هم محکم‌تره. اما حواست باشه، اگه اون رو زیادی بالا ببری خودت رو نابود کردی. بیا تا بهت بگم چطور بت رو بشکنی. اصل چهارم، بت را بشکن. ارزش‌گذاری واقعی. یه ایراد اساسی توی سیستم عامل ذهن تو هست. تو توسط دیزنی، هالیوود و شاید حتی مادرت برنامه ریزی شدی که باور کنی زنها الهه هستن. موجودات پاک و کاملی که باید پرستیده بشن. این یعنی اثر پدستال یا همون روی سکو گذاشتن و این برای یه زن با ارزش به شدت دفع کننده است. فکر کن، اگه تو با اون مثل یه سلبریتی رفتار کنی، اون چاره‌ای نداره جز این که با تو مثل یه فن رفتار کنه. فنها هیچ وقت با سلبریتی وارد رابطه نمیشن. اونا فقط بلیت میخرن و توی صف منتظر میمونن. ماکیاولی یادت میده که دنیا رو دقیقاً همونطوری که هست ببینی، نه اونطوری که آرزو داری باشه. اون رو همونطوری که هست ببین، یه انسان با کلی نقص، با کلی ناامنی، با کلی تصمیم اشتباه در گذشته. اونم صبحها با بوی بد دهان بیدار میشه. وقتی با چشمای پرستش بهش نگاه میکنی، اون حقارت تو رو حس میکنه. حس میکنه تو فکر میکنی اون از سر تو زیاده. و زنها طبق غریزه هایپرگامی همیشه با کسی با سطح بالاتر یا حداقل برابر با خودشون وارد رابطه میشن. اونا هیچ وقت به سطح پایینتر نگاه نمیکنن. وقتی اونو میذاری روی سکو، داری داوطلبانه خودت رو زیر پاش قرار میدی. داری سیگنال میدی که من با تو برابر نیستم. برای کنترل بازی باید بت رو بشکنی. باید با چشمای همسط نگاهش کنی. باید جرأت مخالفت باهاش رو داشته باشی. باید اشتباهاتش رو به روش بیاری. باید باهاش شوخی کنی، به چالش بکشیش و حتی سر به سرش بذاری. وقتی یه زن زیبا عادت کرده که مردها جلوش لکنت زبان بگیرن و با همه ی حرفاش موافقت کنن، مردی که بهش میگه فکر میکنم اینجا داری اشتباه میکنی، یه شوک به سیستمش وارد میکنه. این نشون میده که تو تحت تأثیر زیباییش قرار نگرفتی. نشون میده که حقیقت خودت رو بیشتر از تایید اون ارزش میدی. زن نمیتونه به مردی که میتونه از روش رد بشه احترام بذاره و نمیتونه مردی رو که بهش احترام نمیذاره دوست داشته باشه. با پایین آوردن اون از روی سکو در واقع داری بهش فرصت میدی که عاشقت بشه. داری دعوتش میکنی به دنیای واقعی، جایی که پیوندهای واقعی شکل میگیرن. دیگه بابت وجود داشتنت معذرت خواهی نکن. به جوک‌هایی که خنده‌دار نیستن نخند. چهارچوب رو از امیدوارم از من خوشش بیاید به آیا اون به اندازه کافی برای من خوب هست تغییر بده. حالا که بت رو بشکستی، باید یاد بگیری چطور با سکوتت فرمان روایی کنی. اصل پنجم، اقتدار سکوت. ماکیاولی میدونست مردی که کمتر حرف میزنه قدرت بیشتری داره. توی مذاکره کسی که سعی میکنه سکوت رو پر کنه بازنده است. توی دعوا کسی که داد میزنه بازنده است. توی جذب کردن کسی که زیادی توضیح میده بازنده است. تو خیلی حرف میزنی، مدام داری خودت رو توضیح میدی چون میترسی سوء تفاهم پیش بیاد. پاراگراف‌های طولانی پیام میدی چون میترسی ظرافت حرفت رو نفهمه. بسه. کلماتت دارن قدرتت رو نشت میدن. معما نمیتونه توی یه بیوگرافی کامل وجود داشته باشه. اگه توی همون قرار اول کل داستان زندگیت رو براش بگی، تو مثل یه پازل تکمیل شده ای. پازل تکمیل شده رو میذارن توی جعبه و میذارن کنار. تو باید یه پازل نیمه تموم باقی بمونی.
از سکوت مثل یه سلاح استفاده کن. وقتی تستت میکنه، وقتی بدخلقی میکنه، وقتی سعی میکنه واکنشت رو برانگیزه، هیچی بهش نده. با چشمای آروم و غیر قابل خواندن بهش نگاه کن. اجازه بده سکوت طولانی بشه تا جایی که آزاردهنده بشه. اون خودش هول میشه تا سکوت رو پر کنه. خودش شروع میکنه به توضیح دادن. خودش شروع میکنه به جلب تایید تو. سکوت یعنی اعتماد به نفس. یعنی تو با خودت راحتی. یعنی داری اونو ارزیابی میکنی. یادت باشه تو پادشاهی. پادشاه برای دستوراتش دلیل نمیاره. اون فقط اعلام میکنه یا بهتر از اون عمل میکنه. هیچ وقت نگو من مرد با ارزشی هستم. هیچ وقت نگو من بی احترامی رو تحمل نمی کنم. فقط بی احترامی رو با نبودنت مجازات کن. فقط ارزش رو با کارهات نشون بده. کلمات برای آدمای ضعیفه، سکوت برای پادشاهه. قبل از اینکه جواب سوالی رو بدی 3 ثانیه مکث کن. بهش نگاه کن. نفس بکش، بعد حرف بزن. همین شکاف کوچیک خلبان خودکار ذهن اون رو نابود میکنه. و حالا میرسیم به اتمی ترین سلاح روانشناسی تاریک. اگه اینو نداشته باشی، هیچ کدوم از قبلی‌ها فایده نداره. اصل ششم، آمادگی برای رها کردن، استقلال مطلق. رسیدیم به غول مرحله آخر. تنها چیزی که نمیشه اداش رو در بیاری. آمادگی مطلق برای اینکه بزنی زیر همه چیز، بری و پشت سرت هم نگاه نکنی. ماکیاولی میگفت شاهزاده باید به حسن نیت دیگران تکیه نکنه، بلکه فقط باید به قدرت خودش متکی باشه. اگه به اون نیاز داشته باشی، اون صاحب توئه. اگه اونو ترجیح بدی اما بتونی بدون اون هم زندگی کنی، تو صاحب دنیایی. بیشتر مردها توی موقعیت‌های بد میمونن چون از خلأ میترسن، از تنها شدن میترسن. بی احترامی، میان مایه بودن و بازی خوردن رو تحمل میکنن چون دارن از موضع ضعف مذاکره میکنن. لحظه‌ای که از ته دل درک کنی که تو جایزه اصلی هستی، همه چیز عوض میشه. لحظه‌ای که بفهمی میلیاردها زن وجود دارن اما فقط 1 نفر مثل تو هست، ترس تبخیر میشه. این درباره بلوف زدن نیست. زنها حس ششم عجیبی برای تشخیص بلوف دارن. اونا میفهمن کی داری ادا در میاری که میخوای بری. تو باید واقعاً زندگی بسازی که اونقدر غنی، پر از هدف و پر از گزینه باشه که از دست دادن اون زن فقط یه بدشانسی کوچیک باشه، نه یه تراژدی بزرگ. وقتی اون بدونه که اگه از خط قرمزهات رد بشه، تو خودت درو براش باز کنی که بره، اون نه تنها نمیره، بلکه درو میبنده و همونجا میمونه. چون امنیت زن توی چهارچوب محکم یه مرد مقتدر پیدا میشه. اگه دیوارهات از کاغذ باشن، اون احساس ناامنی میکنه. اگه دیوارهات از سنگ باشن، اگه وقتی میگی نه واقعاً یعنی نه، اون میتونه توی انرژی زنانش ریلکس کنه. اون میخواد هدایت بشه، اما فقط توسط مردی که میدونه کجا میره، چه با اون چه بدون اون. این پارادوکس عشقه. تو فقط چیزی رو نگه میداری که حاضری از دستش بدی. شن رو توی دستت فشار بده، از لای انگشتات میریزه. دستت رو باز نگه دار، همونجا میمونه. امپراتوری تو بساز. اگه میخواد ملکه باشه، باید از قوانین امپراتوری تبعیت کنه. اگه نه، دروازه بازه. این انرژی اعتیاد آوره. این انرژی مردیه که نمیشه کنترلش کرد و به همین دلیل مردیه که هر زنی میخواد کنترلش کنه و اگه نتونست میخواد تسلیمش بشه. بیا یکم عقب‌تر بریم. اسم این ویدیو رو گذاشتیم هک‌های ماکیاولی برای کنترل هر زن و تو تماشاش کردی چون دنبال قدرت بودی. اما متوجه الگوی این قوانین شدی. نبودن حساب شده، پیشبینی ناپذیری، شکستن بت، سکوت، آمادگی برای رفتن. هیچ کدوم از اینها درباره کنترل کردن اون نبود. همشون درباره کنترل کردن خودت بودن. این پیچش نهایی روانشناسی تاریکه. تو نمیتونی یه انسان دیگر رو کنترل کنی. تو فقط میتونی متغیرها رو تغییر بدی. اما میتونی خودت رو با قدرت مطلق کنترل کنی. دلیل اینکه قبلا شکست خوردی این بود که برده تکانه‌های خودت بودی، برده شهوتت، برده نیازت به تایید، برده ترست از تنهایی. وقتی اون برده‌های درونت رو شکست بدی،
وقتی مردی بشی که نیاز نداره، وقتی مردی بشی که خودش منبع تایید خودشه، تبدیل به یه سیاهچاله میشی که همه رو به سمت خودش میکشه. اون زن به قدرت فیزیکی تو تسلیم نمیشه، به نظم درونی تو تسلیم میشه. به عصبانیت تسلیم نمیشه، به آرامش تسلیم میشه. کنترل یعنی آروم کردن ذهن خودت. وقتی تو محکمترین و باثبات‌ترین عنصر توی اتاق باشی، همه چیز دور تو میچرخه. این فیزیکه، این طبیعته. پس نرو بیرون که روی زنها کلک پیاده کنی. برو بیرون و با بیرحمی روی ذهن خودت حکومت کن. پسر خوب رو بکش. اون ضعیفه و دروغگوه. شاهزاده رو متولد کن. اون قویه و صادقه. دنیا منتظره که تو روی تخت پادشاهیت بشینی، اما اون تخت درون خودته. اگه آماده‌ای که التماس کردن رو تموم کنی و حکومت رو شروع کنی، توی کامنت ها بنویس من قدرت رو انتخاب میکنم. یادت باشه ویدیوی بعدی تو رو به لایه‌های تاریک‌تری از ذهن انسان میبره. امروز یاد گرفتی چطور بایستی. دفعه بعد یادت میدم چطور حرکت کنی. از دستش نده. سابسکرایب کن. هشدار اخلاقی. این ابزارها قدرت زیادی دارن. مسئولیت هر قدرتی استفاده درست از اونه. از این دانش برای تخریب انسانها استفاده نکن، بلکه برای ساختن چهارچوبی استفاده کن که در اون هم تو و هم اطرافیانت بتونید در جایگاه درست خودتون قرار بگیرن. قدرت بدون عدالت یعنی استبداد.